مخوفترین جنگل جهان، جنگلی در ترانسیلوانیا در کشور رومانی وجود داره که گفته میشه اتفاقات و حوادث بسیار عجیبی در اونجا رخ میده. گویاباچو معروف به مثلث برمودای رومانی با بیش از 250 هکتار مساحت و درختانی انبوه با پیچ و خمی عجیب و فضایی مه‌آلود یکی از مخوفترین جنگل‌های جهانه. در مورد این جنگل داستان‌ها و افسانه‌های زیادی گفته میشه. مثلا داستان چوپانی که با 200 گوسفند در این جنگل ناپدید شد و هرگز پیدا نشد، و یا دختری که در جنگل گم میشه و بعد 5 سال با همون شکل و شمایل قبل برمیگرده ولی هیچ چیز رو به خاطر نمیاره. بحث برانگیزترین اتفاق مربوط به اواخر دهه 1960 که یک زیستشناس به نام الکساندروسیف تصاویری از وجود یک شیء عجیب در هوا به ثبت رسوند. ظاهرا منطقه‌ای مرده و دایره شکل در جنگل وجود داره که هیچ گیاهی در اونجا رشد نمیکنه. در سالهای اخیر برخی از مردم بعد از بازدید جنگل درد جسمانی، سرگیجه و اضطراب و اختلال عملکرد در دستگاه‌های الکترونیکی رو گزارش دادن. به هر حال تحقیقات در مورد این منطقه ادامه داره و بعضی از مطالعات نشون میده که در قسمت‌های خاصی سطح رادیواکتیویته بالاتر از حد معموله.